السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد، بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و نفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی. 2 بار شد، البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همینطور دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو 1:17 گوی و نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس سای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است.